چطوره؟ امروز میخوام برم آوا سنتر آماده بشیم بعد بریم ببینیم چه خبره. استایل خوبی داشته باشیم باید توجه کنیم ببینیم که مثلا اگر که یه پارچه طرحدار استفاده کردیم چه رنگ و چه ترکیبایی توی اون پارچه توی اون حالا آیتمی که استفاده کردیم وجود داره که اون رنگا رو بیایم توی بقیه استایلمون پخش بکنیم. شومیز سرمه‌ای که از منگو گرفته بودم این شومیزای حدودا مال 10 سال پیشه، ولی انقدر وقتی از یه برند خرید میکنی همه چیزشون خوبه که تا سالها بعد همچنان قشنگ و با کیفیت هم میمونه براتون. و بچه میخوام این اکسسوری ها رو استفاده بکنم که این رنگ ها توی استایلم پخش بشه. این رنگ سرخابیه خودش توش رنگای سبز و اینا هم داره، خودش با این شلوارم هم به تنهایی سته. خب برای گردن بندم اینو استفاده میکنم و یه دونه دیگه سرخابی دارم که خیلی بامزه است، از نزدیک نشون بدمش. من این اکسسوری ها رو یه سریاشو خودم درست کردم، گردن بنده و اینا رو خودم درست کردم. خیلی به این کار علاقه دارم و چون اکسسوریایی میخوام که توی استایل یعنی دقیقا رنگایی باشه که توی استایلم هست، به خاطر همین ترجیح میدم که خودم درستشون کنم. برای عینک هم یه عینک آبی دارم، بند این یکی رو در میارم. برای اینکه یه شالم دور گردنم باشه در مواقع یه ضروری سرم بکنم این شال رو برمیدارم. این شال هم خب جنسش کنفی و خیلی به استایلم میاد، هم رنگش میاد هم جنس. چه آرایش هم که میدونی من خیلی اهل آرایش نیستم، یه ذره از این کانسیلر ها برای دور چشم همیشه استفاده میکنم، مرکب ضد آفتاب و پنکیک و اونجای لباسم هم کج و کوله شده بود نمیدیدم. الان استایلم تکمیله. با این کیف بامزه. من خیلی اهل رژ لب و اینا که نیستم، ولی از این حجم دنده های لب که یکم هم لبمو میسوزونه و براق میکنه استفاده میکنم. یه عطر خونک تابستونی هم که میزنم. برای کیفم این کیف رو استفاده میکنم.
این صندلا هم که دیگه رنگش هم به گلای روشن‌تر شلوارم میاد میپوشم. و خب من اینجا بشینم صندلم بپوشم. خب دیگه استایلم کامل شد. نمیدونم صندلم دیده میشه یا نه، ولی حالا الان که میرم هاوا سنتر اونجا میبینیم کل استایلمو. خب من نشستم تو ماشین و منتظرم که دوستم آماده بشه بیاد که با هم دیگه بریم هاوا سنتر، هم یه چرخی بزنیم، همین که ناهاری بخوریم. اینم استایلمه. فود هاوا سنتر بریم ناهاری بخوریم. من اومدم قسمت چاینیز فودش یه غذای چاینیز سفارش بدم که با نودل و سبزیجات و ایناس خیلی مورد علاقمه. اما اینجا دارن سوشی درست میکنن در حال حاضر که به نظر خیلی جالب و هیجان انگیزم میاد و غذای من تا آماده بشه خیلی طول میکشه. This one with no chorizo, okay? You want the spicy? دیگه تا غذامون آماده بشه گفتم یه چرخی توی خود مرکز خرید بزنیم. اومدم قسمت سوپرمارکتش، خیلی جذاب و هیجان انگیزه. یکم اینجا خرید کردیم.
اینجا هم گالری رست هومه که کلی لوازم دکوری و لوازم مربوط به آشپزخونه و اینا داره و دیدنش هم برای من لذت بخشه. اومدم رست هوم، خیلی خوشگل و جذابه، خیلی به درد کارهای دکوراسیون و این چیزا میخوره. پرسیدم اجازه گرفتم. روبروی خانه جیگر پاسداران یه فضای خیلی بامزه‌ای درست کردن که غذاهای خیابونی سرو میکنن که کسی که به این مدل غذا خوردن و علاقه داشته باشه واقعا هم غذاهاشون خوشمزه است، همین که قیمتاشون نسبت به رستوران و جاهای دیگه خب ارزون تره. این برای سالاد، دوغ، ماست این برای سیب زمینی سرخ کرد. این سیب زمینی سرخ کرده. یه تست کن، واقعا خالی خالی میخورم. یه تست کنی. سلام. یعنی اونو سیب زمینی سرخ کرده رو خالی خالی میخورم. برای سیب زمینی سرخ کرده، پوره، سیب زمینی آبپز، پاپکورن، ذرت، پروفیلا، مواد پروتئین، بیاین سیرو کرش هم بهتون یه تست بدم. باز بالا. سلام. آبجی. سلام. سلام. یه لحظه. یک گشتی توی فضای بامزه زدیم و خیلی حس و حال باحالی داره. منتظر بودیم که نوبتمون بشه بریم خانه جیگر پاسداران، یکی از بهترین جیگرکی‌های تهران، جیگر بخوریم. نوبتمون شد، منم اینجا دارم ترشی و مخلفات برمی دارم که با جیگرمون بخوریم. اینم از شب‌های خیابون‌های پاسداران و تمام.